چند ماه پیش ویدیویی رو داخل این چنل آپلود کردم که مورد استقبال خیلی از شما واقع شد و پایبندی شد که متوجه بشم این موضوع طرفداری زیادی داره و جز خودم که خیلی سوالها درباره این موضوعات توی ذهنم هست و پیدا کردن جوابهاشون برام در عین پیچیدگی جذاب و لذت بخشه، برای شما هم همینطوره. پس با بخش سوم عنوان زندگی بعد از مرگ در خدمتتونم و خوش اومدید به ویدیوی جدید چنل من. سلام سلاطین، حالتون چطوره؟ داخل پرونده امشب میخوایم ادامه دوتا پارت قبلی رو با همدیگه پیش ببریم و با همدیگه همفکری کنیم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو با هم دیگه تماشا کنیم ازتون خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چون کلی به من انرژی میده. کامنتاتون که خیلی باعث دلگرمیه و اگر جزو کانال من نیستید حتما کانال رو ساب کنید. ویدیوهای خیلی باحالی براتون میسازم که مطمئنم مورد استقبالتون قرار میگیره. مرسی که ویدیوی منو تماشا میکنید. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. حمایت فراموش نشه سلاطین. در ادامه مباحث ویدیوهای قبلی میخوام تئوری‌های جدیدی رو براتون داستاناشو باز کنم، اما قبل اینکه تئوری‌ها رو با هم دیگه باز کنیم و بررسی کنیم یه سوال ازتون دارم. احتمالاً فقط 10% شما بدونه که من دارم چی میگم و معنی سوالمو درک کنه و 90% مابقیتون ممکنه که اصلا به من بخندید و اصلا معنی سوال منو درک نکنید و بگید که این چی داره میگه. اما خب سوالم چیه؟ تا حالا شده از خودتون بپرسید که من کی هستم؟ احساس کنید که اصلا متعلق به اینجا نیستید و احساس کنید که همه چیز الکیه، یا بهتره بگم که اصلا واقعی نیست. احساس خیلی عجیبیه و برای همین گفتم که ممکنه فقط 10%تون بفهمه که دارم چی میگم و 90% ما بقیه اصلا براش خنده‌دار باشه این سوال. 10% که خود منم شاملشون میشم. داستان از این قراره که تئوری وجود داره که میگه ما واقعی نیستیم و جهانی که پیرامون ما وجود داره همش زایده ذهن ماه و اصلا واقعی نیست. ما یک موجود خیالی هستیم که جهان خیالی خودمون رو خلق کردیم و همه اینا بی‌معنیه. فیلسوف‌هایی بودن که توی این نظریه با هم تشابه نظر داشتن و اعتقاد بر فانتزی بودن این دنیا و وجودیت جهان داشتن، درست مثل مسئله ماتریکس. ماتریکس چیه و چه معنی داره؟ ماتریکس میگه که جهانی مجازی و خیالی خلق کردم که مردم درون اون طبق یک ساعت خاص بلند میشن، کار میکنن، پول در میارن، میخوابن، بیدار میشن، کار میکنن، خرج میکنن، بدهکار میشن، میخوابن، کار میکنن، بدهی پرداخت میکنن، بازم کار میکنن، معاشرت میکنن، میخوابن و هی این چرخه ادامه پیدا میکنه و ثابته. این قانون منه که همه چیزو همه کس طبق کد و سیستمی که طراحی کردم برنامه خودش رو انجام بده و اگر ویروسی دیدم که داره خلاف جهت این رودخونه حرکت میکنه حذفش میکنم. این خاصیت ماتریکسه، چون هیچ چیزی واقعی نیست و دنیایی که من ساختم داره خوب کار میکنه و مشکلی نداره و همه که داخل این دنیا وجود دارن بازیچه منن. قانون من، دنیای من. ناراحتی برو بیرون. این کلیتیه که میشه به طور خلاصه راجع به ماتریکس مطرحش کرد و در آینده ویدیوهای راجع به مسئله ماتریکس میسازم که مغز هممون رو منفجر میکنه. کلی ویدیو جدید تو راه دارم و قراره بحثای با هم دیگه ادامه بدیم که کاملا براتون سرگرم کننده و جذابه. قبل از اینکه این ویدیو رو لایک کنی حتما کانال رو ساب کن تا از ویدیوهای بعدی جا نمونی. درسته، همونطور که متوجه شدید ماتریکس میگه که دنیای من، قانون من. پس یا با لول های من بازی میکنی یا میری بیرون. تئوری کلیتش داره میگه این دنیا داخل ذهن یک نفره و هیچ چیزی که ما میبینیم واقعی نیست. چیزایی رو میبینیم که خودمون خلق کردیم و میخواستیم ببینیم. فیلسوفایی بودن که این تئوری رو موسک و مسخره میدونستن و میگفتن که اوکی تو داری راست میگی، همه اینا الکیه و همش یک بازیچه ذهنیه و اصلا هیچ چیزی واقعی نیست. اما اگر به این سنگ محکم ضربه بزنی دردش هم واقعی هست یا نه؟ تو درد رو کاملا احساس میکنی. پس به من ثابت کن که آیا اگر اینا واقعی نیست این سنگ به این محکمی وقتی که به ضربه میزنی دردش رو احساس میکنی یا نه؟ حرفاشون منطقی در میاد. اما بحثی که همون اول راجبش صحبت کردم، راجب اون 10% میخوام صحبت کنم. این که گفتم 10% و بقیه 90% به دو دلیل بود. اول اینکه خیلی کم توی اینترنت و مجازی دیدم درباره این موضوع نظرهاشون یکی باشه و دو اینکه از هر 10 نفر به عنوان مثال بپرسیم 2 یا بهترین حالت 3 نفر گفتن بله همچین حسی داریم.
من شخص خودم بارها این سوالو از خودم پرسیدم و طبق شرایط مختلفم این سوالو از خودم پرسیدم. به عنوان مثال میخوام بهتون بگم، شما داخل یک جمعی نشستید و همه چی خوبه، همه چی اوکیه، دارید صحبت میکنید، شادی میکنید، اما یک لحظه دپرس میشید. انگار سیستم ماتریکس خاموش شده و یه لحظه به خودتون اومدید و به خودتون میگید که من کیم؟ من چیم؟ اینجا چیکار میکنم؟ اینا دیگه کی هستن؟ چرا یه احساس عجیبی دارم؟ نمیدونم که این حس رو تجربه کردید یا نه، اما واقعا عجیبه. از خودتون میپرسید که اصلا داستان چیه؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا احساس میکنم یه چیزی اینجا درست نیست؟ انگار متعلق به اینجا نیستید. از خودتون میپرسید که من کیم؟ چرا صورتم اینطوریه؟ و کلا سوالای عجیبی از خودتون میپرسید. توضیحی که میتونم بدم انگار که یهو همه احساساتت فروکش میکنن، زمین از حرکت میسته و زمان متوقف میشه، همه جا تاریک میشه و میری جلوی آینه به خودت نگاه میکنی و از خودت میپرسی که من کی هستم؟ آیا من واقعی هستم؟ اینجا کجاست؟ چرا اینجام؟ چرا الان اینجا هستم؟ یکی از محرک‌هایی که دیده بودم این احساس رو داخل افراد به وجود میاره مصرف زیاد دارویی بوده که انجام دادم. به عنوان مثال شما یک آمپول نازی خیلی سنگین گرفتی، از زیر کلی آمپول سرم اومدی بیرون و داری قرص و شربت زیاد مصرف میکنی. یک لحظه‌ای هست برای همتونم پیش اومده، کاملا این مثالمو درک میکنی که دارم چی میگم. وقتی که از درمانگاه برگشتی، کلی قرص و شربت و این داستانا رو مصرف کردید، مغزتون انگار واسه یک لحظه خاموش شده. احساس میکنید که انگار همه جا ساکته و وارد یک مسیر دیگه شدید. سیستم ماتریکس خاموش شده و شما دارید با خودتون صحبت میکنید. جلوی آینه وایسادید و میگید که من کی هستم؟ اینجا چیکار میکنم؟ چه اتفاقی داره میفته؟ یک احساس سنگینی خیلی بدی توی سرتون دارید و اون لحظه از خودتون هست که میپرسید من اینجا چیکار میکنم؟ این موضوع درست مثل دنیایی هست که توی خواب واردش میشیم و همه چی بر اساس قوه تخیل ما ساخته شده. اما جدا از این که این سوال رو از خودم پرسیده بودم طبق شرایط مختلف، ولی موافق این نیستم که همچین موضوعی حقیقت داره. فیلسوفی که این نظریه رو مطرح کرده گفته بود که اون یک نفر معلوم نیست که کیه و توسط خدا به وجود اومده و باید دنبال خدا یا همچین چیزی بگرده. این حس با وجود این که خیلی کم در انسان‌های خیلی محدودی رخ داده، اما ممکنه فقط طبق شرایط خاصی اینطوری شده باشه. من آدم خاصی نیستم و دیگران هم آدم خاصی نیستن. موضوع بر سر این نیست که من آدم خاصی ام چون این حس رو تجربه کردم و شما اینطوری نیستید. خیلی این حس رو تجربه کردن، خیلی هم تجربه نکردن و این موضوع بر خاص بودن افراد نیست. بعضی وقتا هم خب مشخصه دیگه، مغز یه داستانی بهش دست میده که واقعا منطقی نیست و همتون هم اینو تجربه کردید و امیدوارم که برداشت بدی از این صحبت نکرده باشید. فیلسوف دیگه‌ای بوده که میگفته در زمان وقوع واقعی بیگ بنگ دو نوع ماده به وجود میان که این ماده ها جهان هستی و کائنات رو متعادل نگه میدارن به اسم ماتر و آنتی ماتر. اما این دو ماده چی هستن؟ بریم که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. فرض کنید که یک دوچرخه سوار با سرعت بالا داخل یک مسیر صاف و خلوت حرکت میکنه و همه چی عادیه. اون در حالت ماتر قرار داره، اما در میانه مسیر سنگ نسبتاً بزرگی سر راهش قرار داره. دوچرخه سوار رو به زمین میکوبه و همه چیز عالی داشته پیش میرفته، اما این سنگ جریان رو به هم زده و اینجا در واقع آنتی ماتر وقوع پیدا کرده و آنتی ماتر بر ماتر غلبه کرده. و کلا خاصیتی که دارن اینه که اگر این دو ماده به همدیگه برخورد کنن، همدیگه رو خنثی میکنن و یکی از اون یکی برتری پیدا میکنه. کسی که این تئوری رو مطرح کرده اسمش اسپینوزا بوده و مخالف سرسخت تئوری قبلی بوده. اون اعتقاد داره این ماده ها کم و زیاد داره و در زمان وقوع واقعی بیگ بنگ ماده ماتر بیشتر از آنتی ماتر بوده و سببش به وجود اومدن جهان هستی، کهکشان، کائنات و چیزهای دیگه شده. و میگه این ماده در واقع خدا هست. اون میگه هیچ قوه تخیلی که این دنیا رو بسازه وجود نداره و فقط یک ماده هست که وجود داره و این ماده همون خداست. مثلا شما خوشحال هستید ولی یهو دپرس میشید، از خوشحالی به ناراحتی، یا یک آتیش روشن میکنید ولی اون کم کم هیزم ها رو به زغال تبدیل میکنه و خاکستر جاشو به چوب و آتیش میده. اینجا در واقع تقابل بین دو ماده شکل گرفته و دیگری بر اون یکی برتری پیدا کرده. ببینید دوستان، مسئله فلسفه مسئله‌ایه که هر چقدر بیشتر واردش میشید بیشتر گم میشید و در این که گیج میشیم خیلی هم جذاب و باحاله و واقعا سرگرم کننده است. البته نمیشه به اسم سرگرم کننده ازش یاد کرد.
اما وقتی اطلاعاتش رو میخونید واقعا فکر رو بازتر میکنه و کلا باعث میشه که بیشتر فکر کنیم. اما فیلسوفا کلا کسایی بودن که سعی میکردن از نظریه علم شاید بیشتر بیرون بیان یا نظریه علم رو بیشتر پیش ببرن و کلا موضوعی بوده که هر کسی که نظریه خاص برای خودش داشته و سعی میکرده که اونو به اثبات برسونه و واقعا سخت بوده درک مطالبشون و واقعا اون زمان بچه الان که راجبشون میخونیم درک مطالبشون واقعا سخت بوده. اما قراره به چی برسیم؟ همه نظریه هایی که مطرح کردیم، همه تئوری هایی که گفتیم، همشون در نهایت به یک چیز اشاره میکنن: خالق جهان هستی یا همون خداوند. همشون اگر هر چیزی، هر نظریه‌ای بیارن که مثلا بگن آره این سیب اگه به زمین بیفته نشونه خداست، اگر فلان اتفاق بیفته منظورشون به خداست و همه اینا در واقع به خداوند، به یک خالق اشاره میکنه، اما به زبان‌های مختلف. و این برای همه ثابت شده که اگر به اون خالق هم اعتقاد نداشته باشن در نهایت به اون رسیدن و میدونن که این جهان اگر اسمش خدا نباشه یک خالقی وجود داشته و همه اینا رو ساخته. اما خب نظر شما چیه؟ چه تئوری های دیگه‌ای هست که شما میدونید و من داخل این ویدیو مطرحش نکردم؟ حتما تو کامنت ها بنویسید، اینطوری میتونم خودم استفاده کنم و اطلاعاتم بالاتر بره. مرسی که ویدیوهای منو تماشا میکنید و دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. خلاصه که کامنت بذارید، نظرات خودتون رو بگید. من یه کانال تازه کار هستم و با کمک‌های شما میتونم خیلی زودتر رشد بکنم. لایک این ویدیو باعث دلگرمیه، اگر شیرش کنید که خیلی به من کمک کردید. و خلاصه اگر نظر خاصی راجع به ویدیوها دارید زیر همین ویدیو بنویسید و تئوری خودتون هم مطرح کنید. دمتون گرم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. عاشق همتونم.